روزی من بهودگاه بیگذره، به ثواب و با گناه بیگذره. توی ارمان دور هست و روزی من در ره در ایستگاه بیگذره. روزی رفته بر نمیگرده دیگر، روزی رفته بر نمیگرده دیگر. هر قدر نالم شبم خونی جگر. خواب کردم ماندم از فیضی سحر، دیر ماندم باز از راهی سفر. سلام علیکم دوستانی عزیز، روزی همه شما بخیر شدی باشد. خوش آمدین همه کسا به کانال ما. دوستانی عزیز، امروز 26 اپریل سال 2022 زاد روزی بیبی حنیفه. بیبی حنیفه ما 1 ساله شد. خداوند عمرش دراز کنه. راستی ویدیوی تیار نداشتم که برش ما پیشنهاد کنم، ویدیو دارم وقت نمیشه که منتج کنم. به حد بیبی حنیفه هم گنده چشیدگی راستی را گردان شدگی در یکان جا نمیشینه. خیلی شیر را گردان شدن شه حوزی با چکانی بد شدگی دیگر نمیمونه یکان کار میکنم. خیلی با کار باری فبیلی راستی روزه هم گذشته رفته است. ماه شریف رمضان هم 1-2 روز دیگه مون دوستانی عزیز، 1 ماه درست پسی سر شد. بعد دوستانی عزیز در دوامی ویدیو صورتهای بیبی حنیفه را ماندگیم. راستی صورتهای مایده کش بود، همه ای تلفن ها اودالی چید. بعد همی صورتهایی که بعد گرفتگیم همه خیلی در دوامی ویدیو ماندم نپامید بیسته گفته. راستی در سرم هم اومدگی نبود که ویدیوهای بیبی حنیفه را میپرتم. بعد همی خیلی کم ترک از وچکه کردم. امی گفتم روزی 26م بمونه در امی کانالم نپامید. مبارک روزی مولودت، الا ای دختری جانم، الا ای ارمغانی داده الله رحمانم. نبینی درد و رنجی زندگی جانی پدر هرگز. بود لازم با آرامی جانی تو دیهم جانم. زی پیکی آمدی تو زندگانیم دیگرگون شد. بگشتی ای فرشته باعثی لبهای خندانم. نوازیشت کنم با شیوه های کودکانیت. بگردد دور مرا از سینه درد و سوز و ارمانم. همیشه چهره خندان باش، به دردی دل تو درمان باش. بمانندی همه گلهای زیبای بهارانم. زود روز مبارک دختر جان.